ای بابا من چیپس و پفک خسته شدم. چی میخوری؟ چیپس میخوری؟ سلام عزیزم، اون آتاشکالا چیه میخوری؟ بیا از این خوشمزه ها از ما بگیر بخور. میدونی این چیه؟ نه. این آجیل ترشکه. خب حالا این آجیل ترشک اینو بگیر. این آجیل ترشک رو تو نگاه کن ببین چقدر گلیزه. خب این آجیله، توش 7 مغزه، آلو شابلونه، کیشمیشه، همه چیز داره. خب به جای اینکه این آتاشکالا رو بخوری ضرر داره، طاقت میکنه، به دردم نمیخوره، از این خوشمزه ها بگیر بخور. کلی خاصیت داره و مقویه. حالا اینا چرا مقویه؟ چون که خودمون درست میکنیم. همشون آجیلای مرغوب، میوه های خشکه، اصلا مواد افزوده اینو نگه دارندم اصلا نداره. از این چیه؟ جوهر نمک، جوهر لیمو چیه؟ از اونا هم نداره. خیلی هم خوشمزه است. این آتاشکالا رو نخور، عوضش اینا رو بخور. باشه؟ شما هم لطفاً فالوورای عزیز فداتون بشم، لایک و کامنت یادتون نره، حتما هم حمایت بکنید. Aziz dostlar, mən özüm Təbrizliyəm. Bu videoda Teyxaq, Fanzəmbəsi var. Gəliz Torşəkləndə bu xoşməzə yeməliləri bizdən istəyiz. Mersi.